منوچهر خسروداد زاده 21 بهمن 1306 در آمل سرلشکر خلبان هوانیروز نیروی زمینی شاهنشاهی و آخرین فرمانده آن در دوران پهلوی بود. از وی به عنوان خلبان رکورد شکن و یکی از بهترین فرماندهان ارتش در زمینه نظام هوانوردی نام برده می‌شد. خسروداد که به 2 زبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشت، در مدارس نظامی سنسیر و سندهورتز آموزش دید. ژنرال خسروداد توانسته بود اوجگیری توسط بالگرد را که رکوردش دست یک افسر آمریکایی به نام کلن بیلی بود را بشکند. سرلشکر خسروداد دومین و آخرین فرمانده هوانیروز. سرلشکر خسروداد رئیس فدراسیون سوارکاری و قهرمان پرش با اسب نیز بود. وی تنها نظامی بود که در پایگاه نیروی هوایی ماکسول آلابامای ارتش ایالات متحده آمریکا بالاترین نمره را دریافت